ولایت فقیه عمود خیمه انقلاب. آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت ما دعوت میکنیم که همه همکاری داشته باشن در نقاط مشترک که بسیار هم زیاده. نقاط مشترک از نقاط جدایی خیلی بیشتره و اینقدر به این عاشق‌فری ما گیر سپیج ندن و باید روی این مسئله بیشتر کار کرد و این میدان تفرقه و دعوا و نزاع نیست، چون دودش به چشم همه میره. ما اگه بتونیم این زهر رو بریزیم تو حلقوم آسد علی آقا هممون استفاده میکنیم و اگه خجسته خانم مانع بشه همه ضرر میکنن. انقلاب هم ضرر میکنه. اینجا جای سیاست بازی هم نیست، جای خرسواری است. بنده خودم وقتی زهر رو به امام دادم و ایشون گریه میکردن یادش بخیر گفتن احمد برو حوله رو بیار اشکامو پاک کنم و تا یادگار امام رفت بیرون بنده سوار امام شدم و جاتون خالی هی کردم. بنابراین بحث رو کاملا جدی بگیریم، منتها با قوانین حضرت امام که بسیار جبارانه عمل میکرد. یعنی آقا سیدعلی اگر راحت سواری نداد باید از راه خودش وارد بشیم. اگر از راه خودش وارد بشیم راهاش هم شناخته شده، اینها جای بحث های پیچیده و غیر معلوم ندارد. همه میدونن که به هر حال بنده تیر کردم واسه تاج شاهی و از همین جا به عنوان یک اکبرشاه، به عنوان یک روحانی به عقلای دنیای غرب خطاب میکنم و میگویم شما خیالتون راحت باشه، اوضاع انقدر درامه که زهر که هیچ، بدترش رو هم حاضریم بخوریم و ما تجربه امام رو داریم و شما راه صلح و صفا و همکاری رو در پیش بگیرین. دراز کردن آسد علی آقا ماما و فری که ریش بنفشش خیلی ها رو کشته و بنده هم قراره یه چند تاری از اون رو قلمه بزنم تا شاید این کویر صورت هم آباد بشه. سپاس از توجه و همراهیتان.